با ابتکاری سرایست حفظ محیط زیست ولایت ختلان در تل و تپه‌های کنار شهرهای باختر دوشنبه در حدود جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان معرکه وسیع نهالشینانی برگزار گردید. در این تدبیر که با مقصد سبزگردانی و بهترسازی محیط زیست راه اندازی شد، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، مسئولین ساحه حفظ محیط زیست، جوانان و اختیاریان و ساکنان محلی فعالانه شرکت ورزیدند. در موضع مذکور صدها بیخ نهالان همیشه سبز از جمله صنوبر و ارچه شنانیده شد. با گفته متخصصان نهالان شنانیده شده نه تنها به آبادی محیط و بهبودی منظره کنار راه مساعدت میکند، بلکه در کاهش دادن تاثیر اروزیای خاک، تازه نگاه داشتن هوا و تامین محیط سالم نیز نقشی مهم دارد. اختیاریان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت نیز در این اقدام فعالانه شرکت ورزیده برای سبز و خرم گردانیدن محیط زیست سهم گذاشتند. در ادامه معرکه نهالشینانی در تل و تپه‌های کنار شاهراه باختر دوشنبه، شنانیدن درختان در قطعه‌های سنگلاخ این موضع نیز مورد توجه رئیس ولایت دولتعلی سعید قرار گرفت. با وجود کمبود قبط حاصلخیز خاک و شرایط دشوار نشأونما، با تلاش متخصصان ساحه حفظ محیط زیست و اشتراک فعالانه ساکنان، نهالان همیشه سبز در این قطعه‌های سنگلاخ شنانیده می‌شوند. متخصصان تاکید نمودند که برای نشأونمای نهالان در زمین‌های سنگلاخ تدبیرهای مخصوص اندیشیده می‌شود. از جمله قبل از شنانیدن درختان، چوقوری‌ها با آمیخته خاک حاصلخیز و ماده‌های غذایی پر کرده می‌شوند تا اینکه برای بهتر ریشه دوانیدن نهالان شرایط فراهم آورده شود. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به آبادانی، سالمگردانی و قابض‌دارکنی محیط زیست نقشه چاره‌بینی‌های وسیع در قلمرو ولایت ختلان گذرانده شده ایستاده است. مخصوصاً برنامه قابض‌دارکنی جمهوری تاجیکستان که در قلمرو ولایت با تشبث به واسطه سرریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، امروز در این موضع لوحه وادی وحش که پیش از همه برای تشکیل نمودن زینه‌باغ‌ها در تل و تپه‌ها به نقشه گرفته شده است، علاقه 3000 نهال همیشه سبز شنانده، مخصوصا در حدود سرحد محافظوی شاهراه دوشنبه باختر این نهال ها شنانده شده است و آینده با مقصد با نگاه بین کردن آن در ذمه هر یک شخص مسئول گذاشته شده است که ما توانیم در این تل و تپه ها نهالان را با طور افزایش آن را تامین نماییم. همچنین در انتخاب و شنانیدن درختان به نمونه‌های افضلیت داده می شود که با اقلیم منطقه مطابق بوده، خصوصیت بلند مطابق شوی با چنین محیط را دارند. رهبریت ولایت ضمن بازدید از جریان سبزکاری در این منطقه تاکید نمودند که آبادی موضع‌های سنگلاخ اهمیت خاصه دارد. سبزگردانی میتواند به نگهداری نمناکی خاک در منطقه‌های خشک مساعدت نموده، امکان افزایش گیاه‌های طبیعی را زیاد کند. زینه‌باغ‌ها این چنین باغ‌هایی هستند که در تل تپه‌ها برای پیش از همه سبزگردانی تل تپه‌ها و نگهداری ترکیب خاک و ضد اروزیاهای خاک تشکیل کرده می شود که هنگام شستشوی آبها یا سیلباریش ها می تواند این زینه‌باغ ها مانعی ایجاد کند و اروزی زمین را نگاه دارد. در مجموع معرکه سبزگردانی در تل و تپه‌ها و قطعه‌های سنگلاخ یک اقدام مهم برای حفظ محیط زیست و رشد استوار اکولوژی می باشد. با شنانیدن بیشتری درختان و ادامه چنین تدبیرها می توان محیط زیست و طبیعت را سبز و زیبا نگاه داشت.